بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، صحبت من همراه شما امروز در محتوای 3 آیت قرآن کریم است که ان الله بعد از فهمیدن و عمل کردن به این آیت ها اکثریت مشکلی های ما و شما با اطرافیان حل خواهد شد. خیلی میدانیم اکثریت آسیبی که یا اذیتی که میکشیم از اطرافیان است. آره، کمبغلی، بیماری، بعضی مشکلی ها هست، اما زیاد ما رو همین نزدیکان خود یا گفتیم سخنی اطرافیان به حالت می آورند که چند روز ذهن ما رو، فکر ما رو مشغول می سازد و بعضا تا آخر عمر بعضی گفته ها رو ما فراموش کرده نمی توانیم. و علل خصوص در همین زمان که یک زمان خودخواهی هست، زمان ظلم و خودخواهی هست که چی انسان صالح باشد چه انسان بد اخلاق همه خود را حق می داند و شما حتی حق باشد هم بعضا به جز ظلم و ناحقی چیز دیگری به سر شما نمی آید و با رفت مشکلی های زیاد با دیگران یا گفتیم با رفت فساد شوی معامله مردم میبینیم که کسلی های هم یا بیماری های هم که محض به خاطر این آن اذیت به سر ما آمده است کم نیستند و با این کسلی ها روانشناس ها هم روز از روز زیاد شده ایستادند. روانشناس برای کودک، روانشناس برای زن، روانشناس برای دختر بی شوهر، هزار و یک نمود روانشناس و داروهای آرام بخش هم دارد. روز از روز در دارو فروشی ها زیاد می شود و تا 100 سال پیش همه می دانیم که نه کسی روانشناس رو می شناخت و نه کسی از این داروهای آرام بخش عصب خبری داشت. شاید تا اینکه تا 100 سال پیش حیات اینقدر مثل امروزه پیچیده نبود و مردم هم این گونه از خود رفته نبودن، شاید به این سبب باشد. ولی باز امروز بیاید نگاه کنیم به همین آیت ها که خیلی گفتم خیلی از مشکلی های ما را انشاءالله آسان میکند. آیت یکم در سوره اعراف است، آیت 199. الله میگوید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. در اینجا ندا به پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، اما تمام امتان پیامبر را در بر میگیرد. الله میگوید از گناه دیگران درگذر و همیشه به معروف به نیکی دیگران را دعوت کن و اعرض عن الجاهلین. و سیوم چیز از جاهلان، از بیسوادان روی گردان، یعنی با آنها اصلا برابر نشو. اولا خذ العفو یعنی از گناه دیگران ببخش. عزیزان، آنهایی که با یعنی بعضی انسان های هستند که اصلا ارزش بخشیده شدن ندارن، اما انسان های زیادی هم هستند که آنها گناه کردند و اعتراف میکنند یا که ما خودمون شاهد هستیم که گناهی که آنها کردند برقصدانه نبود. یکون از نزدیکان ما هستند، از خویش و تبار ما هستند و وقتی ما مدام درباره گناه کرده آنها یا خطای کرده آنها فکر میکنیم و یک احساس قصاص گرفتن در ما هست، خود ما آرام نمیگیریم. یعنی حرص قصاص گرفتن خود ما رو میسوزاند. برای همین بخشیدن دیگرها یک آرامش میدهد که اصلا آن را در قصاص گرفتن انسان حس کرده نمیتواند، علل خصوص در مناسبت های خویش و تباری، زن و شوهری، پدری و فرزندی، مادری و فرزندی، خواهر با خواهر، برادر با برادر، عموما با خویش و تبار. یعنی وقتی از خویش و تبار ما یک دیگر کار خویش که سختتر انسان را مجروح می سازد، یک مشکلی مصیبت یا ببخشید یک زهر زبان یا خطاگی می بینیم، وقتهای دراز آن را فراموش هم کرده نمی توانیم و زیاد انتقام هم می خواهیم، یعنی انتقام جویی می کنیم. اما یقین بدانید وقتی گفتیم به خاطر الله من این خویشم را یا همین دوستم را یا همین هر کی هم باشد بخشیدم، من به همین آیت عمل میکنم، من از او درگذشتم، آرامش می آید که دیگر در آن حرص قصاصگیری اصلا در شما نیست. دویمش امر کردن به نیکی، یعنی به هر کی نشستیم
به جای اینکه به بعضی از جنگ و جنجال ها علا پاشیم یا گفتیم بعضی جنگ و جنجال ها یا به بعضی نفران در ظلمشان قوت دهیم، برعکس وقتی به یک نفر نصیحت خوب میکنید یا برای صبر کردن یا برای بخشیدن یا برای چیزی دیگر، میبینید که با هر کسی که به نیکی کسی را امر میکند دیگر در او هم حسیات پیدا می شود که این انسان چه انسانی اصلاح خواه هست، یعنی بین مردم فسادگر نیست و اصلاح کننده هست، که این خودش یک پیشروی است و انسان از خود هم فخر میکند. به جای اینکه یک دو نفر رو با هم جنگ کنی، اگر دو نفر رو با هم آشتی کردی، الک خود از خود خواهی نخواهی فخر میکنی، چون طبیعت انسان های پاک یا طبیعت انسان های مؤمن این گونه هست که به هر کار خیر قلب های آنها گشاده می شود. و عیناً در همین آیت می گوید الله و اعرض عن الجاهلین، و نکته اساسی موضوع همین است، و از جاهلان روی گردان، یعنی اهمیتشان نده. عزیزان، زبان انسان های کم عقل را، جاهل انسانی هست که بسواد است، اونچه از زبانش می براید به فکر می براید و اکثریت چیزی گفتش رو خودش هم نمیداند. بسیاری ها هستند که به خاطر گپی گفته آنها من و شما یک هفته و دو هفته و بلکه ماها غم میخوریم، اون انسان در خاطرش نیست که این رو گفت یا نه، یعنی در خاطرش نیست گپی گفتهش. اینقدر جاهل است، اینقدر بیسواد است، یا گفتیم حتی بیشعور است. ما باشیم ماها سالها فکر کرده میگردیم که همان روز همین چیز رو گفته بود، او از روی جدیت گفته بود، در من چی دید که این رو گفته بود همین گونه، در حالی که خیلی گفتم انسان‌هایی هستند که سخن گفتهشان رو در یاد ندارن یا طرز گفتن که خودشان هم دیگر همان گونه که ما قبول کردیم نگفته بودن. و زیادی غم‌های ما، عصبانیت ما، چند روز به خود نآمدن ما، انا همین سخن‌های چند جاهل است که متاسفانه جاهلی یا گفتیم بیسوادی فقط در دشمن نیست، دوستان جاهل هم زیاد هستند، خویش و تبار جاهل هم زیاد هستند، اهل خانواده جاهل هم حتی هستند، که دیگر این چیز در هم این گونه انسان ها در همه جا هستند. وقتی الله میگوید و اعرض عن الجاهلین، یعنی پروا نکن سخن یک جاهل را. یعنی در حیرت میمونید وقتی که یک انسانی عاقل، یک انسانی باسواد، یک انسانی که خود را احترام میکند با یک جاهل برابر میشود، با یک جاهل بدزبانی حقارتگوی، اون چیزی که میگوید فکر نکرده میگفته، این دو نفر دیگر در احترام یک میشوند. یعنی قدر این انسانی باسواد هم یا قدر این انسانی محترم هم برابر میشود به همان احمقی که برابری او شد. برای همین الله چی میگوید و اعرض عن الجاهلین، یعنی پروا نکن سخن آنها رو، بگذار بگوید. از سخن یک جاهل چگونه که خودش هیچ چیز حس نمیبرد، خود شما هم هیچ ضرر نمیبینید. و اگر گفتیم نه سخن او رو چند کس باور میکنن، همون نفران احمق مثل خودش باور میکنن. پس برای ما چی ضرر دارد سخن یک چند احمق؟ علل خصوص در این زمان اینترنت کامنت ها رو میبینید، بعضی نوارها رو میبینید یا بعضی در گروپ ها می نویسن هر چیز، شاید برویتان، شاید به کسی گفتن. یعنی یک انسانی جاهل احمق اصلا ارزش خفه شدن از او رو ندارد، یعنی ارزش ندارد که خود رو عصبانی کنه. و نفرانی هستند که میگویند مثلا فلانی یا خیشم یا یک کسی دیگر این گونه مرا دشنام کرد، من چند روز است که بیمار هستم. آخر یک انسانی جاهل است که این گونه دشنام میکنه، انسانی عاقل که این گونه دشنام ها رو به زبان نمی آورد. اصلا پروا نکن، به خود قبول نکن. بگو الله میگوید و اعرض عن الجاهلین، من اصلا به تو برابر نیستم. در آیت دیگر حتی الله میگوید و آنها سلام بگو، سلامت باشید، شما خوب است، در راهتانید، من در راهی من. عموما اینها را نباید ما به اهمیت گیریم. یک انسانی باسواد، یک انسانی که ما میدانیم که انسانی محترم است، اگر چیزی به ما گفت، که این گونه انسان ها تحقیر نمی کنند. انسان های باسواد محترم خدا ترس برای خطاگی شما را تحقیر نمی کنند. آنها از راه اصلاح می کنند که شما خود آن را قبول می کنید. اصلاح کرد آن را قبول کنیم و حتی می توانیم
یکم آشفته و غمگین هم شویم که نخود این گونه یک مشکلی داشتم که این انسان، یعنی این انسان اون رو در من دیده است و من باید اصلاح شوم. اما احمقان اطراف به یک توش لباست معقول نیست، به یک توش شوهرت معقول نیست، به یک توی دیگرش فرزندت معقول نیست، به یک توی دیگرش چشمت معقول نیست، به یک توی دیگرش صدایت معقول نیست که اینها یگان آن جاهل فکر نمیکند که اینها در دست ما نیست. من به خود مثلا بینی و چهره انتخاب نکردم، فرزندی به دنیا آمده ای من با چیزی آمد این رو الله به من داده است، یا پدر و مادری من رو خود انتخاب نکردم، یا فرزندی یا شوهری که 30 سال همراه زندگی میکنم اصلاحی و در دست من نبود. یعنی یا مثلا هر چیزی که به اون طعنه میکنن یا مسخره کردن یا چیزی گفتن نباید اهمیت داد. بگوید یک جاهل بی سواد است. این چی است؟ گفت گپی این چی؟ یعنی این گونه اگر یک بیسواد رو ما به بیسوادیش نگاه کرده معامله کنیم که معامله بیسواد سکوت است. یعنی با اینها برابر شدن اصلا خیلی گفتم کار انسانی عاقل نیست. خیلی که امام شافعی میگن من اگر سکوت کردم این احمقان نابود میشوند. اگر من به انسانهای جاهل برابر شدم و به گفته آنها پاسخ دادم یا رد گردانیدم، این جاهل فکر میکند که خیلی قوی هست که ارزشی پاسخ توی من را دارد. پس از این آیت مشکلیه که شما به خاطر سخن این و آن و همسایه و خویش و دوار هر که باشد غم میخورید، به این عمل کردید، باور کنید هم عصبتان آرام میشود، هم به جای غم خوردن که من را چه گفت میگوید اصلا که هست که من سخن او را به اعتبار گیرم. یعنی سخن یک جاهل را، و چه خیلی گفتم متاسفانه دنیا از جاهلان خالی نیست و نزدیکترین نزدیک شما هم بعضا می شود جاهل یک انسان، یا حتی بعضی عاقل ها در یک وقت عصبانیت، در یک وقتی که مشکلی به سرشان آمد از جهل چیزی میگوید. چه خیلی گفتم مایان چقدر وقت فکر میکنیم اما بعدا او میگوید در اون وقت من خیلی عصبی بودم، اصلا چی گفتم نفهمیدم، کی گفتم. برای همین در وقت غضب و عصبانیت سخن یک نفر رو هم نباید اینقدر بدل بگیریم، یا حالت بعضی ها رو درک کنیم که آنها اصلا چیزی که در دهانشان است در عقل و در فکرشان نیست. آیت دیگر عزیزان، الله میگه در سوره قصص آیت 56 به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. انک لا تهدی من احببت، یعنی تو هر کسی رو که دوست میداری اون رو هدایت کرده نمیتوانی، ولکن الله یهدی من یشاء، این الله هست که هر کسی را که خواهد لایق هدایت داند با عدلش هدایت میکند، چون ظلم برای پروردگار حرام است. و هو اعلم بالمهتدین، و الله داننده تر است به حال هدایت یافتگان، و الله دانا است و میداند که کی لایق هدایت است. عزیزان، یکی از حسیاتی که بعضا من و شما رو نابود میکند اخلاق بد اطرافیان است، نزدیکانمان هست. چرا همین اخلاق را دارد؟ چرا گم کرده نمیتواند؟ چرا چندین بار گفتم باز هم همین کارش را دوام میکند؟ چرا پدری من است اما این گونه هست؟ چرا مادری من است این گونه است؟ چرا خواهری من است؟ چرا یا فرزندی مثلا 20 ساله و 25 ساله من این گونه هست؟ چرا همسری من این گونه هست؟ چرا دوستی من این گونه هست؟ یعنی چرا او این گونه هست ما رو بعضن آرام نمیگذارد. اما این رو باید قبول کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن پیامبری عمکی که مثل پدروار پیامبر رو بزرگ کرده بودند و تا آخر عمر به حمایه خود پیامبر را گرفته بودند، ابو طالب را هدایت کرده نتوانستند. و الله به پیامبر گفت که در ذمه آن تمام مسلمان ها هم هستند انک لا تهدی من احببت. هدایتی عزیزان ما، نزدیکان ما به دست من و شما نیست، ما آنها را هدایت کرده نمیتوانیم. و فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، میگوید الله در آیت دیگر. اینقدر برای آنها حسرت نخور. آنهایی که الله هدایت نکرد الله میداند که را هدایت کند. در اینجا باید تسلیم شد. یعنی وقتی ما تسلیم شدیم که گفتیم کردیم نشد دیگر اینگونه این آفریده شده است، یا گفتیم
نصیبش همین بوده است، هدایت در نصیب این نبوده است، میبینید که چقدر آرام میشوید. اصلا به خاطر اخلاق بد و حتی به خاطر شرک با خویش و تبار قهر شدن ممکن نیست. با خویش و تبار آره از شرک او بیزاری میجویی، از گناه او، از تمام گناه او بیزاری میجویی، اما قهر شدن ممکن نیست، حتی گناه کبیره کند. لیکن مسئله قهرگی نیست که مسئله جداگانه است. مسئله حسرت خوردن است، خود خوردن است، سوزش هست که چی کار کنم. مثلا کم نیستن خواهرانی که میپرسن همین گونه برادر دارم، همین گونه مثلا یک نزدیک دیگر دارم، چی کار کنم؟ چی کار کنم که انسان تغییر یابد؟ عزیزم، از ما فقط دعا کردن است تا می توانیم اصلاح بالمعروف، یعنی به خوبی او را نصیحت کردن است اگر اهل قبول نصیحت باشد. وگرنه نه در نزد همه ما باید از قرآن و از سنت گویم آنهایی که اصلا قبول کردنی نیستند. اما دیگری و به اینها تسلیم، یعنی به الله در این مسئله باید تسلیم شد که پروردگار، هدایت که در دست تو هست، شاید که نصیب این نباشد که این گونه است. یعنی نباید اینقدر خود را بخوریم، اینقدر بسوزیم. و بدانید که اکثریت نفرانی که خیلی اصلاحشان را ما میخواهیم، برایشان میسوزیم اما اصلاح نمیشوند، خودی آنها اصلاح طلب نیستند، اصلاح شدنی نیستند. وگرنه الله با ظلم کسی را این گونه به ضلالت یا به گمراهی نمیکشاند. یعنی تسلیم شدن به این که همین گونه اخلاق بد دارد، به همان نگاه کرده دیگر باید من زندگی کنم، همین گونه یک کمبودی دارد، به همین کمبودیش من باید زندگی کنم. میبینیم که چقدر زندگی ما رو هم آسان میکند و چقدر از حسرت ها ما رو نجات هم میدهد. و سیومین آیت عزیزان، سیومین آیتی که خیلی مشکلی های ما رو آسان میکند، این آیتی که در یک جانه در چند جای قرآن، در سوره مائده هم دیگر سوره هم آمده است که الله میگوید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. و اصلا شما را دشمنی با قوم نبرد به جایی که شما از عدل دور شوید. یعنی با فلانی دشمنی دارم گویان در حق او تماما ناعدالتی کنید، تمام خوبی های او را زیر پا کنید. یا اینکه در آیت دیگر میگوید و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربى، وقتی شما شهادت میدید یا چیزی میگویید، اگر چه خویش و تبارتان باشد هم از روی عدل صحبت کنید. دروغگو را راستگو نگویید، راستگو را دروغگو نگویید، خیانتکار را امین و امانتدار نگویید، بد اخلاق را خوش اخلاق نگویید. یعنی به خاطر خویش و تبار بودن از عدل دور نشوید، یا که به خاطر دشمنی بودن هم اصلا ظالم نشوید. واقع بین باشید و حقیقت بین و حقیقت گوی باشید. و انا همین مشکلی هست که ما با اکثریت در درون خانه خود هم اصلا بعضن راست نمیگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه خویش و تبار من هست، یا یک نفری هست که من رو دستگیری کرده است، حتی بدترین گناه های او رو من میگم نه خطاکار نیست، این گپ رو نگو، او خطاکار نیست. چرا؟ یک بار به من خوبیش رسید، یا گفتیم چند بار به من رسید، اما دیگرها بر علام میبینن که من یک ظالم رو دارم طرفداری میکنم. یا برعکس به خاطر یک دشمنی که به من کرد، تمام خوبی یک نفر رو من میگم نه، همش خطا است، حیاتش خطا است، اصلا بودنش در این دنیا خطا است، اون انسان هیچ خوبی ندارد. انا این مشکل می شود که ما کاملا در حق یک نفر ظلم رو روا بینیم، یا خودمون ظالم باشیم به این که گفتیم خویش و تبار من است و هر چی باشد او حق است. یعنی این چیز به قوم پرستی هم میبرد، یا گفتیم ملتگرایی، قومگرایی، محلگرایی هم میبرد. فلانی مثلا کلابی هست، او هر کی باشد هم همشهری من است، در حق او چیزی نگو. فلانی مثلا خوجندی هست، هر چی باشد هم در حق او هم دههی من است، هم شهری من است، آنها کی باشن هم در حق آنها چیزی نگو. این بر علا ظالمی است، بر علا ظالم بودن هست که شما حقیقت را کلا میپیچانید یا میپوشانید به خاطر اینکه یا با آن طرف دوستی دارید یا دشمنی دارید. و با دیگرها هم در مناسبت همین. چرا زیادی وقت گپ‌های ما بین هم به جنگ و جنجال تبدیل می شود؟ چون طرفی که روبروی ما هست کاملا ناعدلی میکند نسبت حکم کردن، یا نسبت خود ما، یا نسبت خودش، یا نسبت دیگر. برای همین
در وقت شهادت دادن نسبت خودت باشد هم باید واقعیت را بگوی که آره این گونه کارهای خوبم هست اما این گونه خطاگی ها هم دارم. ببینید که چقدر در نزد خود هم صاف میشویم، در نزد دیگران هم. در جنجال های عائلوی باشد، در مشکلی های دوستی یا حتی با دشمنان باشد، وقتی گفتید آره دشمنم باشه هم در اینجا حق هستی اما در اینجا ناحق هستی، میبینید که اکثریت مشکلی ها حل میشود. اما مشکلی این است که ما به خاطر دشمنی 99% خوبی های یک نفر رو نادیده میگیریم، به خاطر دوستی یا خیش و تباری 99% خطاگی یک نفر رو میگیم درست است، کارش خوب است و او کاردار نشد، مثل او اصلا آدم نیست. و میبینید که مشکلی هایمان با خودمون هم زیاد هست، چون بر علاوه با خود دروغ میگوییم، با دیگران هم زیاد است که دیگران قبول ندارند این رو و ما مجبورشون میکنیم قبول شود. وگرنه اگر با خود باشد هم با دیگران باشد هم واقعیت رو با چشمی خیرت یا بصیرت دیدیم و گفتیم، چقدر مشکلی های ما آسان می شود و عدالت هم در ما و در دیگران هم دیده می شود. این بود عزیزان 3 آیتی که عمل کردن به آن انشاءالله خیلی از مشکلی های هم عائلوی هم عموما اجتماعی با دیگران، حتی مشکلی های نفسی با خودمان را و ما آسان میکند. و یقین دارم از نصیحت 1000 روانشناس و 1000 داروهای آرام بخش همین آیت ها به درد مشکلی های هر روزه ما زیادتر میخورد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.